نحوه خشک کردن سبزی کوفته تبریزی. ترکیبات سبزی کوفته تبریزی: ریحان، نعنا، جعفری، پیازشه، جایگزین پیازشه، تره و مرزه. از هر کدوم نیم کیلو. سلام عزیزان، حالتون خوبه؟ خیلی خوش اومدین به کانال آشپزی خودتون. بریم برای آموزش. در ابتدا سبزی ها رو تمیز میکنیم، یعنی پاکش میکنیم. بعدش 20 دقیقه داخل آب سرد خیس میکنیم. سپس آب کشی میکنیم، میذاریم آبشون کشیده بشه. بعد پهنشون میکنیم روی پارچه تمیز، پارچه دستمال، فرق نمیکنه. نگاه کنید، من پیازچه ها رو اولش نشونتون دادم. ریز خوردشون میکنیم. بعد از اینکه شستیم و آبش کشیده شد خوردش میکنیم. ریحانم نگاه کنید، من اصلا نذاشتم ساقه‌ای بمونه، همه‌شون رو تمیز به همین روش پاک کردم. بعد پهنشون میکنیم به صورت یک نواخت روی پارچه. نازک پهنش کنید. اینم مرزه هستش. نگاه کنید برگاش چقدر شبیه ترخونه. من داخل یکی از اتاقای خلوتم خشک کردم که رفت آمدی نباشه. دور از نور خورشید این کار کردم. نور خورشید باعث زرد شدن سبزیجاتمون میشه و به کلی ویتامین های موجود سبزیجات از بین میره. شما میتونید از باد پنکم کمک کنید. زیرشون نمیدونم دیدی یا نه، زیرش اصلا فرش نیست. نگاه کنید، یه زمین خشک. من فرش رو زدم کنار، روی زمین خشک این کار کردم. با توجه به تنوع سبزیجات، تو هر شهری از سبزیجات مختلفی استفاده میشه، اما اصلی ترین سبزی کوفته تبریزی همینایی هستش که به شما نشون دادم. تقریبا چون هوا یه مقداری هم خنک شده، برای من 3 روز طول کشید تا سبزیام خشک بشه. اگه تابستون بود 100% یه روزه خشک میشد. به دلیل کمبود وقتم اکثرا از سبزیجات خشک استفاده میکنیم داخل کوفته که به نظر من سبزی خشک طعم و بوی فوق‌العاده‌ای داره توی کوفته. من وقتی که پهنش کردم 1 روز بعد سبزیجات رو پشت رو کردم به آرومی و مجدد مرتب پهنش کردم تا هوا جریان داشته باشه بین سبزیجات و به خوبی خشک بشه. و اما اگه احیانا احساس کردین که سبزیجاتتون یکم نم داره، اینجوری که جمع کردین از روی پارچه منتقلش کنید داخل یه سینی فلزی، پهنش کنید تا کاملا خشک بشه. شرایط نگهداریش: شما میتونید هم داخل پارچه هم داخل شیشه نگهداری کنید، ولی داخل شیشه خیلی بهتره. عطر بوش تا 1 سال موجوده، ولی داخل پارچه تا 6 ماه، چون بعد 6 ماه این عطر بوش از بین میره. گفتم اینم بگم. و اما سپاسگزارم از همراهی ارزشمندتون، کامنت های زیباتون، لایک های قشنگتون. خوشحال میشم اگه ویدیو رو دوست داشتین کانال رو دنبال کنید، زنگوله اطلاع رسانی فعال کنید تا به محض انتشار ویدیو جدید شما زودی متوجه بشید. کانال آموزش بافتنیم هم این بالا قرار میدم. عزیزان، کانال آموزش بافتنی و آشپزی رویا در پلتفرم‌های آپارات و یوتیوب موجوده. من در هیچ پلتفرمی فعالیتی ندارم. تو روبیکام جدیداً کانال زده بودم که منصرف شدم. یک قاشق غذاخوری هم نمک اضافه میکنم به خاطر ماندگاری سبزیجاتمون. شما رو تا آموزش‌های بعدی به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدارتون.